زنهای مسلمه، یکی از خواهرهای مسلمه همین روز به گروهی آذری ها هست، نمیدونم صوفی ها هست و گروه نمیدونم گروه کی است، گروه داخل شده است. در همینجا آذری ها هم هست، گروهی 24 هم هست، صوفی هم هست. خیلی اینا همشون یک جا میشن که همونها را سوال داده است که میگه چرا شما مثلا یک آدم های بیهودگوی به عباره های کوچگی تاجیکی لقی میگن؟ یک بیهودگوی، یک قیل و قال، همون مثل زنها میبخشین. من همه زنها را در نظر ندارم، زنهایی که مخصوص در تویها لب جوی و لبای کوچه شده یک خیلی گپ میزنن که مثل همونها شما گپ میزنید. گویا جواب دادن نتوانستید. اهل بدعت جواب نمیدهد، میگه که چرا از عقب ابی محمد گپ میزنید؟ او به شما چیکار کرده؟ میگه جواب ندارد. 4 مذهب جواب ندارد، مذهبی گروه 24، مذهبی صوفی ها، مذهبی آذری ها، همه خاموش. اپا گفتشته بعضا ممکن نیست. میگه زن وقتی که نامردی شما را دید، وقتی که شرمندگی شما را دید، برآمد سوال داد به شما که چرا همین کارو میکنین؟ چی بدی دارد؟ وقتی که سوال داد، چرا به سوال جواب دادن نمیتونین؟ ای بی ادب ها! همه خواهر در آخر دشنام کردند، حقارت کردند. والله علم که اینقدر زیاد نبود. در من یک 3 دقیقه 2 دقیقه زپسش هستم اینجا. سبحان الله. او خواهر تهمت ها کردند، ابو محمد هستی، این هستی، اون هستی و هستی گفته. مقصد از جواب و یک زنی مسلمه، یک زنی شاید پاک دامن از این نامردها شاید بیزار شد، از این نوجوان مردها شاید دلگیر شد، بر آمد آخرش گفت که شما گفت یک بخیل مردار هستین. حق گپ چند سال باز میخوام بگویم، لیکن من مرحمت دیگرها گفتن میگه، دیگرها دیگه برادرها. لیکن ببینید برادر عزیز، همین اهل بدعت یا کفار به شما چی مشکلی دارن؟ به ما چی مشکلی دارن؟ هیچ مشکل ندارن. اینها حسد دارن، اینها بخل دارن. به چی ما بخل دارن؟ به چی ما حسد دارن؟ به یقین ما برادر عزیزم، به یقین من و تو اینا بخل و حسد دارن. یقین چی است؟ باوریه که در اساس علم به وجود آمد. ما وقتی که میگیم که این منهج سلف است، این دلیل من است، این باوری من است، تمام. این دین من است. به دین تو، به عقیده تو، به یقین تو، به باوری تو حسد دارد. الله اینو میگه یودون لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا. دوست می‌دارند که شما هم کافر شوید مثل اونها و برابری کافرها شوید. کافرها دوست دارند که شما کافر شوید. در آیه دیگر میگه ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. بسیاری اهل کتاب، بسیاری کفار مشرکین دوست دارند که شما کافر شوید. برای چی؟ حسد دارند. حسد. و جواب ما به این بخیل ها و به این حسدخورها همین است که موتو بغیظکم، به حسدتون بمیرید، به این دشمنی عداوت بخلتون بمیرید. ای بخیل ها، غیر از بخیلی دیگری چی نداره. حجت شما بخیلی، هیچ چیز نداره. حاضر بگید من دلیل میبرم، دلیلش با نقل است. نقلی فلان خوله، یک خوله داشتیم گفتن که او چه داشتیم گفتن که کنی قرآن، کنی سنت. غیر از خوله و ینگه و او در زیر دومم و یک اوچه می نشستن، دیگر دین شما از کجا است؟ شرمنده. آذری ها هم خشته، آذری ها هم خور شده. الله المستعان برادر عزیزم. برادر میگن که شعر خونده ایستاده بود. باور کن. الله المستعان.